ملی پوشانی تاجیک همچنین دسته‌های ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان شرکت می‌ورزند. فوتسال بازیکنان منتخب ایران از مرکز میدان بازی را شروع می‌کنند و بیاید با هم به هیئت دسته یک متوجه میشیم. بعداً باز گزارش مستقیم خیش را ادامه میدیم. نخست از هیئت دسته ازبکستان آغاز می‌کنیم. فاطمه رحمتی با توپ است. توسط کناری راست به هجوم می‌گذارند ایرانی‌ها. امکانیت هست، ضربه زده می‌شود و گل. حساب کشاده می‌شود در واقع امروزه. بینندگان گرامی و آن را به ثمر می‌رساند سید. پس اولی رو هم به همدستش تامین نمود. اینجا الهام انفجه جو ارسال گلوار محض به نام او ثبت کرده می‌شود. رقیب موفق نشود. پس می‌دهد، ضربه زده می‌شود و گل. مرال ترکمان در دقیقه هفتم بازی حساب را 2-0 می‌کند. بینندگان گرامی باز هم ارسال گلوار به نام الهام انفجه نوشته می‌شود. البته این بازیگر دو ارسال گلوار را تا این لحظه مربوطی نام خویش می‌کند. بیاید متوجه بشیم که چگونه اینجا دفاعگران تیم ملی ازبکستان را در غفلت گذاشتند و پس اولی را هم به مرال ترکمان انجام داد. مرال باشد حساب بازی 3-0 به فایده تیم ملی ایران کرده می‌شود. بینندگان گرامی و اینجا به زدن گل دست می‌یابد بازیکن تحت شماره 5 سارا شیربگی و این هم شهودی نشاط هواداران تیم ملی ایران است. بیاید متوجه بشیم که چگونه هجوم دسته آغاز یافت. و اینجا ارسال گلوار را مربوطی نام خویش می‌کند مرال ترکمان. مرال یک گل در حساب داشت و اینجا گل تیم ملی ازبکستان شوند و حالت‌های خطرناک را در نزد دروازه سیور با میان آورند. اینجا چگونه ضربه زده می‌شود از جانب بازیکن تیم ملی ایران و حساب 4-0 می‌شود. زیبا افراوچ اینجا یک گل زیبایی رو به ثمر میرساند و حساب را 4-0 میکند. و بیاید یک مرتبه دیگر به کارگردان خواهش میکنیم که ضربه زیبایی زیبا رو به ما نشان بدهند. ببینید که از کدام موقع ضربه زد و سیوره یگان امکانی برگرداندن ضربه را نداشت. زیبا افراوغ توانست که حساب را 4-0 کند. خالده نه اینجا فاطمه حسینی اما موفق نشد. امکانیت ضربه و حساب 5-0 می شود. اکنون بینندگان گرامی به زدن گل دست می‌یابد فاطمه حسینی و این بازیکن در واقع امروزه گل دومش را به ثمر می‌رساند. اولین گل را در واقع امروزه محض فاطمه حسینی به ثمر رسانید و اینجا هم حالا گل دومش را به ثمر می‌رساند. اکنون به ما سیوره نورالله و نشان داده می‌شود که گرچند که او بسیار کوشش کرده است و خط دروازه‌اش را از گل امین نگاه دارد اما نمی‌شود. ببینید که چگونه هجوم‌های ایرانی‌ها زیاد است، چگونه از ضربه آنها جانب دروازه بیشتر گردیده است و البته دروازه‌بان نمی‌تواند که همه آنها را برطرف کند. و وقتی دوشنبه آغاز می‌شود و ما هم از تمام مخلصان میهن اینجا میگوییم که اومده تیم ملی تاجیکستان را دستگیری کنند. بسیار هم گل زیبایی رو به ثمر میرساند بازیکن تیم ملی ازبکستان توردیبای و فیروزه توانست که در دقیقه 13 بازی حساب را 5-1 نماید. احسن به فیروزه توردیبای و که البته آن مشورتی که سرمربی اینجا در تایم اوت با آنها کرد. امکانیت ضربه و برمیگرداند اینجا ضربه را سیوره نورالله و احسن به دروازه‌بان تیم ملی. این بازی توسط شبکه فوتبال به طور مستقیم منظور هواداران می‌گردد و اینجا هم صدای شکی داوری تاجیک سهراب ستاروف از انجام بازی میان منتخب‌های ازبکستان و ایران درک می‌دهد. دوباره میشم که گل‌ها رو به ثمر